مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 23 ینور سال 2024 از بازداشت 3 جوانزن با اتهام میدان‌فروشی و به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شدن هر سه آنها خبر داد. بنا به اطلاع ملیت پایتخت در اساس نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیتیا شهروندان پیرو و مدینه سال تولدش 1997، حسن و تمنا سال تولدش 1999، استقامت کنندگان شهر ترسونزاده و قربان و فرخنده سال تولدش 1996 استقامت کننده شهر ایسار دستگیر کرده شدند. خود این سه جوانزن برای شهر قضیه دسترس نیستند، ولی ملیت دوشنبه گفت ضمن سنجش معین کرده شد که این سه نفر سانحه 16 ینور سال جاری هنگام در داخل مرکز دلخوشی سیاره واقع در کوچه یکچنار قرار داشتند نسبت به محافظان طلبخانه مذکور دشنام و حقارت نموده با الفاظ قبیح ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به هر سه دستگیر شده طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میدان‌فروشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به دادگاه نویه فردوسی ارسال کرده شد. دادگاه در نوبت خود نسبت به هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرد. در جامعه سنتی تاجیکستان دست به قانون شکنی زدن و حبس شدن زنان هر چنین حادثه عمل خیلی شرم‌آور به شمار می رود که داغ او نه فقط یک خود زن قانون شکن بلکه آبروی نزدیکان او را هم داغدار می کند.